بابا اگه تو دادسرایی که رأی به نفعش بیاد و تو دادگاه رأی برگرده دوباره از این شغل بزنه. دوستان سلام. در واقع سوال محمد پارسان این هست که اگر متهم در دادسرا قرار منع تعقیب براش صادر بشه، منع پیگرد، به قول خودمون تبرئه بشه، البته تبرئه اصطلاح صحیح نیست، منع تعقیب درسته، و شاکی به این منع تعقیب اعتراض بکنه و دادگاه منع تعقیب را نقض بکنه، آیا همون فیش حقوقی که قبلا گذاشته بود کفایت میکنه؟ همون سندی که قبلا گذاشته بود کفایت میکنه یا خیر؟ پاسخ منفی، کفایت نمیکنه. چرا؟ چون به محض صدور قرار منع پیگرد، قرار وثیقه و قرار کفالت مرتفع میشه، از بین میره. لذا وقتی پرونده برمیگرده به دادسرا، اون دادیار محترم، بازپرس محترم، علیرغم اینکه قبلا قرار کفالت و وثیقه صادر کرده بود، همون فیش حقوقی و سند، مکلف هست مجددا این قرار را صادر بکنه. مجددا کسی که صاحب سند هست بیاد امضا بکنه، کسی که فیش حقوقی داره بیاد امضا بکنه. چرا؟ چون به محض صدور قرار منع پیگرد دادسرا اینها از بین رفته، مرتفع شده.